سلام، من مهشاد هستم و با ویدیوی دومین ویدیوی من خوش آمدید. من مهشاد هستم و امروز اومدم باهاتون درباره چیت زدن در این بخش و وارد کردن تگ به تگ در این بخش باهاتون صحبت کنم. من با داداشم با اون طرف اومدیم. اولین کاری که میکنید اینجا آفه باید آنش کنید. آنش که کردید باید رمز اینجا بزنید. رمزی بود اما عددی باشه. خب بله باش، اینجا تایید رو میزنید و یه دو آخر این. حالا اگه اینو بزنید که تک به تک نمیشه، دو به دو میومد، اما باید اینو شما حتما بزنید. اینو میزنید 3 2 1 تک به تک شروع شد. الان چی تو من میخوام یادتون بدم که امیدوارم که از این ویدیو هم لذت کافی برده باشید. خب چی تو میخوام یادتون بدم، اما اول کاری من بهتون میگم که هیچ این بنی چیزی نداره. من روی اکانتم این رو تست میکنم روی اکانت اصلا. خب اول درست فرقی نداره چی باشه، اینو فقط با یک قسمت کنم. اولیش روی 24، دومی سر 16، سومیش سر 21 و آخریم سر 9. خب الان یه چیز سبزی باید زیب بیاد براتون که تایید شده. من امروز میخوام براتون آموزش بدم. پس چیکار میکنیم؟ الان تک به تکشون رو میگم چیه. اینا خب آفرین کاری بهشون نداریم. همین الان آفرین این گزینه رو اگر فعال کنید جونتون خیلی زیاد میشه. خب چطور؟ آنش کردم می اولین گزینه رو ببینید، این رو نگاه کنید. 65,000 تا جون دارم. نزن. آره چطور با 65,000 جون من داداشم زدم؟ چون تفنگ چیتی هم گذاشته. الان بهتون آموزششو میدم حتما. صبحم به یادتون نره. دومیشم که سرتو بزرگ میکنه اصلا فعالش نکنید. سومی هم فکر کنم یکیشون تون میره، یکیشون وقتی بپری خیلی بالا میره. خب اینا از این که اگه میخواین چیز رو روشن کنید اولی و سومی و چهارمی اصلا به دومی کاری نداشته باشید. نه به اینا بله کارم داریم. خب الان ایو زدم، من رفتم تو بخش دیگه. بیو زدم رفتم تو خونه خودم. سیو زدم رفتم تو سقف خونه نمیدونم خودم یا که دیو زدم رفتم جای دیگه، سقف جای دیگه. خلاصه هر کجا هر چیزو بزنیم میره توی یه بخش جدا. حالا این گزینه بچه ها من یه از دستم خورد و قطع شد. الان باید
من میام وصلش میکنم به یه دور به هم و براتون میذارم. خب خلاصه این ما به این بخش نیاز داریم، این دکان میزنیم، وارد این بخش میشیم که اینجا تفنگ های چیتی رو میتونیم برداریم. مثلا من دیزل رو برداشتم، MP 5 رو برداشتم. هر تفنگی که دوست داشتید میتونید بردارید، اما دیگه تفنگ های دیگه این نداره برای چیت. نگاه کنید، وایسا 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 وایسا، میخوام به زحمت وایسا. ببینید چقدر دمیج خورد، 90,000 تا کم میکنه ازش با هر تفنگی. خلاص بعض مقدار کم میکنه. خب و اینا که فعال کردید، الان من یکیشو فقط فعال کردم، الان سوم یا چهارمی هم فعال میکنم. نگاه کنید اصلا هم بنی چیزی نداره، اصلا میتونید لباساتون رو تغییر بدید. خلاصه مثلا من آبیا رو پوشیدم، میتونید همه کاری کنید. خب الان چیتم فعال شده، هیچم بنی چیزی نداره. میدونم که خیلی هاتون میدونید این چیزا، بعضی هم نمیدونن. و امیدوارم از این ویدیو لذت کافی ها برده باشید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.